سلام عشقای دل. آقا خب همونجوری که دیگه تو اینستا تو اکسپلور ریخته، یا راه این دختره گنگش برد داشت وقتش لغزش کنه، یا اگر بهم دنده میدی کلاج برات بگیرم بمیرم، همچین چیزی. حالا ما زیاد انتظار نیستیم، اومدیم یه ریاکت بدیم به دابسمشایی که انجام شده و چالش ها و یه سری خزاخیل ها توی این زمینه. لایک کامنت سابسکرایب یادتون نره، حتما زنگوله رو بزنید، حتما دکمه ساب یادتون نره، با کامنت های زیباتون ما رو خوشحال کنید. و در ضمن اینم بگم که ما به زودی ویدیوهای خیلی خفنی قرار داریم تو چنل استودیو، هم حتما برید، لینکش رو میذارم این پایین تو کپشن، حتما سر بزنید و تا ویدیو سراغ ویدیو let's go. خب اومدیم با اولیش این عقب ببینیم که چجوریه. دارم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم، درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم. خب آقا بذاریم اضافه میل لحظه دیگه. دارم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم، درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم. ببین اصلا دابلسش که یه ذره ضعیفه، کولر گازیشون هم خوب نصب شده ولی نصاب باشی. بعد دختر خودش خیلی زیباست، موهای فر جذاب باحال. دختر گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه، انقدر دختر گوڑی آدم دوست داره به پیچه و حبسش کنه، که بشه خانم به ما پا بده انقدر خوش کله که خدا بگم. دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم. ببین اینم خیلی خوبه، اینم خیلی درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم. رام این دختر گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه، انقدر دختر گوڑی آدم دوست داره به پیچه و حبسش کنه، که بشه خانم به ما پا بده انقدر خوشگله که خدا بگم. دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم، درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم. رام این دختر گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه، انقدر دختر گوڑی آدم دوست داره به پیچه و حبس. ولی خب اینم بگم اصلا من واقعا این سبک اسمش خوشم نمیاد، یعنی به کل هیچ وقت نشده توی زندگیم سمتش برم یا باش حال کنم. به معنی واقعی اصلا دابسمش کردن یه آهنگ خیلی برام جذابی نبود. همیشه هم از سبکش فراری بودم. خیلی بودن که تو حالا سطح خانواده فامیل من گفتن چرا دابسمش نمیده، دابسمش که حالا خیلی گفتگو رو مود و اینا، ولی من حاضر نیستم به این دلیل معروف بشم. من دوست ندارم معروف بشم، من دوست دارم محبوب بشم. خیلی فرق بین محبوبیت و معروفیت. محبوبیت خیلی ارزش بالاتر طبیعتا، چون داریم میگیم محبوب دلهایی، محبوب همه. اما خب بیایم از این دید نگاه کنیم که مثلا یک انسان چرا باید بره سمت همچین سبک تولید محتوایی، یا کم بوده، یا دنبال خودنماییه، یا اصلا یه پلنه براش، یعنی یک راهیه که به درآمد برسه و به اون پیج خوب، خفن، معروف، محبوب به قول من به اصطلاح. اما از هیچ نظری من اینو راضی نیستم که به این جایگاه برسم از این طریق و یه جایی زیاد باش حال نکردم اصلا. بیاییم ببینیم زش کنه که بشه خانم به ما پا بده انقدر خوشگله که خدا بگم. دخترم خوب میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم. این هم واقعا زیبا، محترم، متشخص، ثابت. خب متشخص که دیگه، ولی پرشیا اون کفشش هم نیو بالانس، یعنی اگه یه زدیکس فیروزه‌ای بود درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم. رام این دختر گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه، انقدر دختر گوڑی آدم دوست داره به پیچه و حبسش کنه. به دخترم میگم کلاش بگیر. بابا زشته، نکن این کارو، عریشت خجالت بکش، مردمیت خجالت بکش.
نگاه کن اومده داره دوستا میرم بهم دنده میدی برات بمیرم درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم حداقل یه ذره درست کنیم. ببین من میگم پیشنهادهایی شده تو یک زمینه که بیام کار کنم ولی هیچ وقت قبول نکردم، ولی اگه مطمئن بشی بیام کار میکردم خیلی بهتر کار کنم. این دختره گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه دختره میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم حاجی پشمون تو پشتیم شکلی چرا دماغ پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم یه دابل اسلش نمی کنم آهنگ یه دیگه پلی کردن. این دختره گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه ایدن آقا دختره گنگش بره داره گنگش از صدایش داره میاد داشت وقتش لغزش کنه. الان یه تو سطح این استا اکسپلور میتونیم ببینیم ای من ریدم به اون نوتیفای تخماتیکه. سلام برلین پارتی خوش اومدید. این دوتا پسر رو چیز خورشون کردن. فرهاد از بابای دختر بالا رفته. رامین وسط خونه اصلا خوب نتونستم گوش مصنوعی استفاده کنم. من اولش داشتم دستی میکشه زنگ زدن امداد بیاد جمعش کنه. به بچه هاتون یاد بدید چیزی از دست کسی نگیرن. اینجا هر چی دیدی و شنیدی شتر دیدی ندیدی. خدافظ. رامین نگاه اون دختر چتریاش تا رو لبش آمده داشت روانی احساس به اون باباشه که بشه خانم به ما پا بده انقدر خوشگله که خدا بگه وقتی لباش جل زده مغروره میگه دیگه نمیرم تو رابطه خانم جیدن کرده لولش عوض منم که پسر تقصا قلقش بلد قدیم خانم کلن ارمنی میخورد الان دیگه فقط ویسکی مخوره خب بیبی حق داره شاخ شده دیگه پیج صدکایش پیوی مکنه که بشه خانم به ما پا بدن انقدر خوشگله که خدا بگه وقتی لباش جل زده مغروره میگه دیگه نمیرم تو رابطه دعوت شدن به پارتی بیبی و مناباتی تا نشستن تو ماشین 8 تا 12 خونه باشیم رسیدن در گفتن نگاه مثلا با هوش مصنوعی درست کرده کش موندیم واقعا گفتم کاریت بکنم عشق کنی فقط تو رفیقم نشست نخورده هست وسط دوست دخترش بفهمه اینجاست میکنه پوسه کلش چقدر قشنگ یه لحظه بابا ورد مانکو جان بچت ازت خواستم یه فندک بهم چسبیده اینو خرچنگ میاد صدا اتاق بغلی او بر یکی تگری یکیشان داره داد میزنه میگه بذار امیری و تجنگی بد نشو با من نری با من با بیا چشای تو خودم بابا اینجا دیونه خونه دختره میگه رامین داشت من رفتم پایین نشستم توی ماشین این شیشه چرا نمیره بالا اومده ریم داغان چشام کمسو داریم غرق میشیم فرادهای مکو همه درگی پسارو مسیام بدمارو سیلی ریگی کاریم کد بدین ما تو یارو و تم خواهن لی برا و دما کف مخوارو اگر کف مخوارو کف مباول شارو جابا ماری خسرم مزم بدرن بدارو دنیا رو من پی بدم پیم خوش نمخوارو به دخترم میگم کلاش بگیرم بهم دنده میدی برات بمیرم درسته پسر بدیم ولی پیش تو باشم خلاف نمیرم رامین دختره گنگش بره داشت وقتش لغزش کنه انقدر دختر گردی آدم دوست داره به پیچه و حبسش کنه که بشه خانم به ما پا بدن انقدر خوشگله که خدا بگه وقتی لباش جل زده مغروره میگه دیگه نمیرم تو رابطه داره سر گیج میره رو بیت مبیته نمیدانم کی میایم پای خدا کنه نمیرم سویچ سفینه رو گم کردم تو خدا نگاه ببین آره دیگه یک سبک موزیک خفن میگه حالا ما خوب بود یاد اون آهنگ قبل یه تیکه با آهنگ قبلش مثلا میگه جان چشی آواز وسطش بود
تا یک ویدیو دیگه شما رو به خدا بزرگ